سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار سفیر کبیر امارت اسلامی در مسکو با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه. بازدید ارتش تجارتی امارت اسلامی افغانستان در پی آتش سوزی اخیر در بندر کراچی پاکستان. و صحبت تلفنی رؤسای جمهور سوریه و آمریکا. امروز سه‌شنبه 30 ماه جدی سال 1404 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: مولوی گل حسن سفیر کبیر امارت اسلامی افغانستان در مسکو با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرد. سفارت افغانستان در روسیه میگوید که در این دیدار پیرامون گسترش تجارت دو جانبه، تسهیل صدور ویزا برای افغانها و همکاری‌های مشترک گفتگو شد. آقای حسن از رئیس جمهور روسیه به خاطر پذیرش اعتبارنامه‌اش تشکری و از موضع مثبت این کشور در قبال افغانستان قدردانی کرده است. از سوی هم آقای کابلوف علاقه‌مندی و آمادگی روسیه برای گسترش همکاری‌های مشترک سیاسی و اقتصادی را اعلام کرده است. در پی آتش سوزی اخیر در بندر کراچی پاکستان، مولوی آقا عامر فاروقی ارتش تجارتی امارت اسلامی افغانستان همراه با شماری از تاجران افغان با عامر عزیز، مسئول ترمینال بین‌المللی کانتینر کراچی دیدار کرده است. در این دیدار وضعیت آتش سوزی، میزان آسیب به کانتینرها و سرنوشت کالاهای ترانزیتی افغانستان بررسی شد. مسئول بندر کراچی اعلام کرده که بر اساس معلومات ابتدایی حدود 23 کانتینر ترانزیتی افغانستان و پاکستان متاثر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلومات میگوید که 28 سایت مخابراتی جدید در مرکز و 15 ولسوالی ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شد. به گفته آقای الکوزی، این سایت ها که با تکنولوژی های 3G و 4G مجهزند، به هدف گسترش پوشش خدماتی مخابرات و فراهمسازی خدمات اینترنتی و مکالمه برای مناطق محروم این ولایت ایجاد شده است. و در اخیر احمد الشر رئیس جمهور سوریه روز گذشته دوشنبه 19 جنوری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی انجام داد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که در این تماس تلفنی دو طرف بر اهمیت حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه، حمایت از تلاش‌ها برای ایجاد ثبات و تضمین حقوق و حفاظت از کردها در چارچوب دولت سوریه تاکید کردند. دو طرف همچنان توافق کرده که به همکاری در مبارزه با گروه داعش و از بین بردن تهدیدات آن ادامه دهد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.